نون چقدر گرون شده. تخم مرغ چقدر گرون شده. بفرمایید. حامد جان پسرم 30 سالت شد نمیخوای سر سامون بگیری؟ من سر و سامون دارم دیگه. هرچی مامانت گفت فقط بگو چشم. 30 ساله دارم باهاش زندگی میکنم، یک بار رو حرفش حرف نزدم. آقا محمد امشب قرار بریم خونه خواهرم ها. من هیچ جا نمیام، امشب فقط فوتبال باید تماشا کنم. آخه با من بحث نکن، همین که بهت گفتم. داشتم چی میگفتم؟ هیچی، داشتی میگفتی که 30 ساله رو حرف مامان حرف نزدی، الانم به ما ثابت کردی. تا حالا 30 سالتون شده شما، من دست شما بلند کردم؟ نکردم. کردم؟ چرا لال شدی؟ بهت گفتم تا حالا زدم؟ نه آقا جون نزدی. این جای بخیه رو سر صورت ما هم که همش فتوشاپه دیاره. به پدرتون بی احترامی نکنید. 30 سال گذشته پدرتون یک بارم به من بی احترامی نکرده. چند بار بهت بگم که حواست به نمک غذا باشه. بزنم همه ظرف رو تو کلت خورد کنم؟ بابا اصلا میخوای هیچی نجی؟ دارین دعوا میکنین الان. نه دیگه، همه احترامام از بین رفته دیگه. بابا نوکرتم، ما که چیزی نگفتیم. Allah sizi zəlil arvadı alın çıxın gedin də ta ki babatun جور شما رو بکشه. مامان الان ما اضافه ایم دیگه. من میگم سر و سامون بگیرین. حرف بدی میزنم. مامان الان ما اضافه ایم. من رو حرف باباتون دیگه حرف نمیزنم. حالا که اینطوری شد من میرم زن میگیرم از این خونه میرم. یا الله. حامد نه آقاتون التماس نکن، من دیگه بر نمیکردم. نه بابا، گفتم حالا که بلند شدی از تون آشپزخونه آب بیاری برای من، بعد هر جا میخوای بری برو گروتو گم کن. مگه ندیدین کیفمو دزدیدن؟ وای سوار شید. سوار شید. برید خودتون رو مسخره کنید. پیاده شید. خب حالا چی بوده تو کیفت؟ مدارکم اینا بود دیگه، همه مدارکم تو کیفم بود. خب زنگ میزدی شوهرت بیاد. خب من که ازدواج نکردم. خواستگار؟ نه. اکس؟ نه. نیکس؟ نه. تکس؟ هیچی نداری؟ نه. تو چقدر بدبختی، ایشیو نداری؟ همون بهتر که کیفتو بردن. خب ببین یه کاری کن، تو شماره‌تو به من بده، ما بریم کیفتو برات میاریم. رفیق خوب چیزی نداریم ما هم یه فیزی بریم این وسط؟ دوست که دارم، اما شما بی ارزای یه کیف نتونستید بگیری. حالا اگه ما کیفتو بیاریم چیکار میکنی؟ خب منم 2 تا از دوستای خوبم میارم با هم اوکی شید. ران. این چیه آوردی؟ گندشو در آوردی. لیلی. آقا الوعده وفا، این خدمت شما. خیلی ممنونم. دوستت کو؟ دوستام اوکی میکنم بابا الان همین الان حرکت. تو لیلی من مجنون، تو شونی من دوستاشو داره میاره. مبینا خانم سلام. میگم شما اینجا تنها نشستی، اجازه است منم بشینم؟ نه من دارم از تنهاییم لذت میبرم. میگه اگر تنهایی در حالی که در قلب یکی دیگر جا داری تو گناهکاری. صادق هدایت. شما صادق هدایت رو میشناسی؟ بله این کتاب کرکپی اغلو رو نوشته دیگه. فکر البته. همون ترکیش میشه کرکپی اغله. بله. تنها ماندن از با هر کسی بودن بهتر است. گاندی. همین آقای گاندی میدونستی ترکه؟ نه خیلی، ایشون رهبر هند بوده. عزیز من گاندی به زبان ترکی یعنی خون است. ماهاندا گاندی مشحسن گاندی بود، یعنی مشحسن دعوای، بعدش رفت هندوستان. چقدر جالب، چقدر شما اطلاعات دارین. آره من رباتیکم. رباتیک؟ نه تخمه نه رومانتیکم. آره ولش کن از اینا رو. چشمای تو مرا دیوانه کرده است. ارنست چه گوارا. برای فصل پاییز آماده باش. آدما تو پاییز عاشق میشن. نلسون ماندلا. اینجا را به سمت کلاس ترک کنید. استاد آمده است. کریستیانو رونالدو. جای دیگه نبود بشینین ناموسن، یکم اونورتر بود. چشایی داداش امروز چی داریم؟ زبان و ادبیات فارسی. میدونستی من تخصص اصلیم زبانه؟ داشتم که تو ادبیات لیسانس داری. شما لیسانس ادبیات دارین؟ بله لیسانس دارن، لیسانس ادبیات کوچه بازاری. بابا داش مهد ناموسن پیسی بابا، منو چرا داری ضایع میکنی؟ البته ناگفته نماند برادرم دستی بر علم دندانپزشکی هم داره. واقعا؟ بله کلینیک سربو میگه. کلینیک سرب دندوناتو کامپوزیت میکنه با بهترین متریال زیر قیمت همه جا. حالا داداش 10 سال گارانتی داره، 50% از طرف ما تخفیف میده. دمت گرم. اقساط بدون بهره هم داره.
برپا. زارت ترشید خانم شما چرا بلند شدین؟ بفرمایید. بشین. مگه اینجا مدرسه ابتداییه؟ آخه آقا معلم چشای من، برای هر کی استاد باشی برای ما همون معلم قبلی بابا. شما سخت کار کردید. حالا ایمان داشته باشید که بهترین ها برای شما اتفاق میفته. امروز درس زبان و ادبیات فارسی داریم. کی بلده اسم چند تا از کتابای سعدیه برای ما نام ببره؟ سعدیه مرد نکونام. حافظنامه جنزوی. آقا اجازه گلستان. احسن. کی بلده یه شعری بخونه که با الف شروع بشه؟ الف این شبی که میگن شب نیست اگه شب مثل خفشی گفتم شعر نگفتم شعر رو ورکه. مهدی تبریزی توی شعری بخون که با ش شروع بشه. آقا منم شب شعر زوره شب نوره یار کنار گذاشتم کرده راهش دوره یار تهران فارس ما کرده. دهنده به من بیهوده گوج. یه سوال بپرسم خانم‌ها جواب بدن. محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت. مقصودش از مست چی بوده؟ استاد اجازه عشق الهی. شما بفرما. من میدونم دوست پسری که به جز تو با چند نفر دیگه هم هست. نه ظاهرا تو دانشگاه با شما داستان داریم. یه شعری میگم ببینم کی بلده ادامه‌شو بگه. تو رفتی ولی فکر تو دهنده من با قیافه. گفتم قیافه. کی بلده قافیه یعنی چی؟ اجازه یعنی بس دیگه. چطور مثلا؟ ما یه رفیق داریم هر موقع براش زیاد میریزیم میگه قافیه. دهنده به من دراز. مهدی تبریزی تو فردوسی هم میشناسی؟ اسمی نه ولی قیافتن چرا. بس یا آقا بس دمت گرم دست درد نکنه. بریم سراغ زبان فارسی. زبان فارسی خوراکمونه دیگه. خدا ببخشید باز دست دادم من. آخ قلبم ببخشید. ماضی بعید یعنی چی؟ یه مثالی هم برام بزنید. چشای داداش من دیروز به شما پول دادم. بعیده؟ آفرین. هم گذشته است هم بعیده. دهنتون رو ببندید لطفاً. زدی زد. بعدیش چی میشه؟ بعدش کلانتریه چون یارو دیگه بگیره. ادامه شنده دست درد نکنه. پدرم به من پول داد. چه فعلیه؟ فعل حرامه چون اصلا امکان نداره. در جمله مجتبی خیلی قوی است. مجتبی فاعل یا مفعول؟ هیچی. مجتبی فقط یه خالی بنده. مجتبی قطعش کن. آقای بیوده خواهش کردم ازت. شاهنامه اثر کیست؟ استاد محمد رضا شاه. استاد ناصرالدین شاه قاجار. امیر کبیر شاه. بابا شاه. بفرما. چاکر آقا معلم چای آتیشی براتون بردم. هی اینم ولکن من نیست با سیبیل میبیلش. برو بیرون آقا. یه شعر میگم مصرع دومش شما بگین. یا ربی نوگل خندان که سپردی به منش می سپارم به ننش واسه اخلاق انش. حامد تبریزی به ابوالفضل عباس میزنم مغزت منفجر بشه. خب بذار یه کلاس سرخوردی تمامش کنم. خب ما زیاران چشم یاری داشتیم. معنیش یعنی چی؟ آقا یعنی ما انتظار داشتیم رفیقامون دنج ما رو بدن ولی ندادن. خیلی تدریج. خودت خیلی کی بلده بگه عطار چه کاره بود؟ معلومه دیگه استاد بقالی داشته. مسخره بازی در آورد. کلینیک سر. بعد کلاسا که بیام برسم
پیشت. آخه دنیا رو بدن هیچکی برام مثل تو نمیشه. بیا عاشقی کنیم با هم دور بشیم که چیشه. نمره 20 کلاسو میگیرم واسه دوست داشتن تو، حتی تو دانشگاه میرم. واسه خاطر تو هر جمعی من عمرن نمیرم. کنار خودت میارزه پیش تارون میگیرم. زنگ آخر ولی تو جونم قدر تو میدونم. تا دنیاست عزیزم پای تو میمونم. ولی تو جونم قدر تو میدونم. تا دنیاست عزیزم پای تو میمونم. پای تو میمونم.